داداشی یه 2 دقیقه این گوشتو بده به من. سرطان بگیر ولی زن نگیر. حاجی ما یه دوستی داشتیم 32 سالش بود، عاشق یه دختره بود. دختره رو رفت گرفت، عین واقعیت رو دارم بهت میگم، رفت دختره رو گرفت. 5 سالم با هم دیگه زندگی کردن، عشق و عاشقی و فلان. حاجی دیدی یه موقعی حس شیشمت مثل سگ کار میکنه، این میدید تو گوشی خانومش SMS واریزی میاد، خانومش هم کار نمیکرد، SMS 1 تومن 2 تومن. این شک میکنه. یه روز خانومش میره همون، تلفنش زنگ میخوره، گوشیو برمیداره جواب میده. دیدی این خاله ها صدای کت و کلفتی دارن؟ میگه فلانی نیستش، میگه نه. این شماره خاله رو برمیداره، شماره خاله رو برمیداره، زنگ میزنه بهش بعد یه چند روزی، میگه من اسم زن خودشو میاره، میگه من فلانی رو میخوام. میگه تو اتاق مشتری داره، یعنی زنش تو اتاق با یکی دیگه خوابیده بوده، مشتری داشته با یکی دیگه حال میکرده. حاجی پسر الان امین آباده، دیوانه شده. حاجی صبونه، نهار، شام شده الکل، یعنی یه جوری داغون شده، یه جوری ترکیده که از کنار خیابون از جدولا باید جمعش کنی. حاجی مجرد بمین ولی زن نگیر. زن جماعت انقدر ذات نداره، فقط دنبال پوله. دنیایی هم بهش خوبی کنی آخر خیانت میکنه.